سلام همه عزیزان. امروز اومدیم بریم ای فوتبال 25 با تیم هایی که اینجا میبینید، تیم هایی که هستن دیگه، تیم هایی که توی لیگ نخبگان میشه پیداش کرد، تیم هایی در ای فوتبال هستن. امروز اومدیم ببینیم چی در لیگ نخبگان میفته. حذفیش رو میخوایم بریم، بعد بریم بازی رو باتون انجام بدیم. برو بریم برای این کار. برو بریم. خب شروع اولین تیم بریم ببینیم چه تیمی میفته. تیمی من اصلا نمیدونم چه تیمی میخواد بیفته. اولین تیم از چیزه الاهلی از لیگ نخبگان. کی افتاد؟ الاهلی، همون الاهلی. من میدونستم الاهلی همینجا مطمئنم دیگه، دقیقا افتاده روی الاهلی. دومین تیم گوانجگو و الاهلی میرن کنار. من برم پاکشون کنم. گوانجگو و الاهلی من برم بچه بنویسم. راستی ببرم یه دونه کاغذ بیارم، من استوبش کنم، برم یه کاغذ بیارم بنویسم. خب بچه من نوشتم. ببینید گوانجگو و الاهلی با هم بازی میکنن. دومی ببینیم چی میفته. شروع کردیم. ویسیرکوبر هم بگنه با میزه السط. مثلا این دارم چیز کنم که بنویسه السط با ما رو می نویسیم. السط فعلا السط پنهان کردنی شده است. فعلا السط رفت کنار. السط با کی میفته؟ السط با فکر کردم ما الان خیلی نزدیک بود با الاهلی بیفته. الهلال بیفته. السط و شانگهایپورت. شانگهای بنویسیم. السط هر دو تیم چیز راحتن دیگه، بازیشون راحت شده. هر دو تیم مثلا السط راحته و الاهلی هم بازیش راحت. السط و چیز میان شانگهای میفتن. پرسپولیس بغل وای خیلی نزدیک بود پرسپولیس بیفته. الهلال میره کنار. الهلال یادمون بمونه بچه ها. ذهنم میگم تا یادم نمونه. الهلال داشت با الریان ولی افتاد، داشت با چیز میافتاد، با استقلال میافتاد. من الریان الهلال. خب الریان هم پنهان میشه. تیم‌های بعدی در بالا. کاوازاکی میفته. کاوازاکی هم پنهان میکنیم. کاوازاکی بودن بمونه. کاوازاکی در مقابل همگروهی خودش میفته. نگو که با پرسپولیس میفته. پرسپولیس تهران میفته با کاوازاکی. پرسپولیس هم پنهان میشه. کاوازاکی پرسپولیس واقعا کار راحتی رو خیلی نداره، ولی حالا ما میگیم راحته. کاوازاکی حالا حداقل اون تیم قوی نیفتاد. کاوازاکی افتاد خیلی نه، ولی راحته بازی پرسپولیس به نظر من. پرسپولیس آخر ویدیو هم نه اون موقعی که الان گل کشی آخر ویدیو پرسپولیس توی یه دونه جدا چیزشو میذارم، اون بازیاشو میذارم. پرسپولیس هم نوشته شد. پرسپولیس با کاوازاکی میفته. پرسپولیس هم پنهان شده است الان.
الان بریم ببینیم چی میشه بعدی چی میفته برای پرسپولیس تهران، برای تیمای دیگه چی میفتن. یوکوهاما النصر الوصل فکر کنم افتاد. النصر افتاد. چقدر فاصله ها کمن ولی النصر دیگه این هوش مصنوعی رو میدونه چی واقعا. النصر با کی میفته پنهان شده. ببینم النصر من بگیرم بچه. این النصر با استقلال میفته. النصر با بوریام افتاد. بچه 1 تا 10 به این چیزام نمره بدید. 2 تا کیملی برچسب نمره بدید. اینم بوریامی که النصر و بوریام با هم میفتن. النصر و بوریام داشت میافتاد با استقلال که نیفتاد. ببینیم من خودم گل کشیم اینه دیگه. حالا من نمیدونم حالا برای خودشون اونا گل کشی چجوریه، واسه جوری گل کشی میکنن و گل کشیشون 100% خیلی احتمال 1% فکر کنم احتمال داشته باشه پوانگ 1% فکر کنم احتمال داشته باشه که دقیق مثل پوانگ گل کشی من باشه. اصلا فکر نمی‌کنم مثل گل کشی من. مثلا فکرشو از ذهنتون بیار بیرون. هر کی داره فکرشو میکنه. نه بازی خیلی راحته فکر کنم برای استقلال. پومان پایین جدولی بودش. برای از پرسپولیس هم فکر کنم 100% که نه ولی راحت تره به نظر من. فکر کنم پایین جدولی بود پومان و استقلال با هم میافتن. وای دادا لول ولی استقلال با پوان میفته. تقریبا بازیش راحته. این دو تیم هم با هم میفته. حالا معلوم نیست. بذار یه دونه قرعه کشی هم دیگه بکنیم بعد میریم برای دیگه اون 2 تا تیمی که افتادن آخر اونا با هم میفتن دیگه. خیلی دیزش نکنیم دیگه. یوکوهاما یا ویسل کوبل که با هم میفتن. ویسل کوبل ببینیم با یوکوهاما الوصل یا جوهور میفتن. کنم با جوهور بیفته. نه با جوهور اصلا نمیفته و بلکه با الوصل افتاد. چی بود؟ اونی که الان بغل الوصل شد خط خورد. ویسل کوبل رو زدیم. نه ویسل کوبل بود. دست ویسل کوبل میفته. یوکوهاما هم با جوهور میفته. ویسل کوبل میفته. ویسل کوبه ما میگیم کوبل ولی حالا با هر کدوم راحتید بگید. الوصل. خب بچه قبل ویدیو هم گفتم که میخوایم پرسپولیس و استقلال رو آخر بگیم. بعدش میریم استقلال پرسپولیس. یوکوهاما هم با یوکوهاما جوهور. یوکوهاما جوهور اینا رو هم گرگشی میکنیم. همون دیگه من بازی نمیخونم. حالا کاما این بازی ها فقط بازی استقلال یکشون رو الان بریم انتخاب کنیم. بریم من استوب میکنم میرم مینویسم. خب بچه من اومدم بریم برای پرسپولیس یا استقلال. یکی از اینا یا پرسپولیس استقلال یکیشون باید بیفته. استقلال افتاد. استقلال پنهان میشه. پنهان کردن که نداره ولی حالا پرسپولیس هم دوم میفته چون که دیگه اصلا پرسپولیس نیستش. یکی از اینا باید انتخاب بشه. استقلال برای ما انتخاب شد ولی به عشق چیزا پرسپولیسیا 3 باره میکنه. به عشق چیزا من خودم به پرسپولیس هستم ولی حالا برای پرسپولیس حالا چیز میکنم. حالا به عشق پرسپولیسیا که ناراحت نشن یه 3 بار این بار میخوام استقلالی هم ناراحت نشن و عدالت برقرار بشه. یه بار دیگه اینو از پرسپولیس میسازیم
ولی یه بار دیگه هم استقلال افتاد و دست من نیست بچه‌های پرسپولیسی. این بارم استقلال میفته که میفته 100% فکر کنم که نه افتاد بچه. انصافا من کاری نکردم دیگه، پرسپولیس خودشان اینجا زده. پرسپولیس نه انگار داره یه ذره زور میزنه که برای برد بجنگه، ولی به نظر من همون استقلال بازم میفته و تمام میشه. وای چون یه ذره سخت شد، اگه الان دوباره میکردن کلا استقلالیا بیشتر خوشحال میشدن تا ناراحت. کامبک پرسپولیس ببینیم چی میشه. استقلال تهران میفته بچه ها. استقلال تهران رو باید ما پیش رو بندازیم. بازی پرسپولیس هم بازی میکنیم بچه ها، فقط بازی استقلال. من خودم بازی استقلال رو چیز نمیکنم، بازی استقلال پرسپولیس هم بازی میکنیم، ولی حالا تیم اصلی که میرم با چیز استقلال، اولین بازی که میکنم با استقلال دیگه، بعد با پرسپولیس بازی میکنم.